شد پیش از همه همکاری با اهالی پیش از همه نزدیکشوی با اهالی اصلاحات لوحی اصلاحات آن رو طلب می‌کند که باید در حفظ ترتیبات جمعیتی بیشتر خود اهالی اصلاح کنند البته تنها با خوبی می‌نیسه پیشگیری جنایتکاری برهم زده نمی‌شود اگر هر یک شهروند به اعتنایی نسبتی جنایتکار یا حقوق ویران کننده رفتار کنند من فکر می‌کنم که یکی از خصوصیات خوبش این همین همکاری با اهالی است و طلبات وابسته به حیاتی خود شخصی مقامات است که باید از همه جهت آمادگی داشته باشد هم از جهت کسبی هم از جهت مباشرت با شهروند با گمان برشده با اهالی